پس از لحظه های دراز بر درخت خاکستری پنجره‌ام برگی رویید و نسیم سبزی تار و پود خفته مرا لرزاند و هنوز من ریشه های تنم را در شنهای رؤیاها فرو نبرده بودم که به راه افتادم. به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم. پشت هیچستان جایی است، پشت هیچستان رگ‌های هوا پر قاصدهایی است که خبر می‌آورند از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. دشت‌هایی چه فراخ، دشت‌هایی چه فراخ، کوه‌هایی چه بلند، در گلستان سهراب بزرگ بود و از اهالی اینجا. این اسم برای من تنین آشنای ناآشنایی داشت. سهراب مثل آب زلال بود، مثل آسمون آبی و صاف و قشنگ و شفاف بود، مثل گل خوشبو بود. اصلا چی بگم؟ شاعر اینجا و اکنون دور از زمان مکان. سهراب 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 سهراب
کاشانم اما شهر من کاشان نیست. شهر من گم شده است. من با تاب، من با تب، خانه‌ای در طرف دیگر شب ساختم. یادش به خیر سهراب سپهری رو و چه خوب خودش گفت زندگی یعنی اجالتن و این جمله همیشه جلو چشم منه. از زندگی و خاموشی اون یاد کردن دقیقا مثل این که دری رو مجددن با دست خودم بخوام زنده کنم. خب سالیانی که تو دانشکده بودیم از سال 33 شروع شد. سهراب یه چند سالی با من اختلاف سال و اینا داشت ولی تو دانشکده اصلا مطرح نبود. مهمترین چیزی که بین بچه‌ها بود این همفکری و نزدیکی روحی و یه نوع نمیدونم کششی بود که در اثر کارهایی که میکردیم به هم نزدیک میشدیم. سهراب یکی از محبوب ترین بچه‌هایی بود که تو دانشکده بود. سهراب یکی از محبوب ترین استادای دانشکده بود. کار کردن باهاش خیلی راحت بود و این نکته‌ای بود که واقعا برای همه ما که تازه از دبیرستان آمده بودیم بیرون یا بسیاری از دانشسرا آمده بودن، هنرکده، هنرهای زیبا آمده بودن بیرون یا هنرستان هنرهای زیبا بهتره بگم، خیلی جذاب بود و همه به طرفش کشیده میشدن. سهراب روحیه‌ای داشت که خیلی سخت میشه فکر کرد چجوری تو نقاشیاش منعکس شد. سهراب دائم در حال تراشیدن خودش بود. یک انسانی که خودشو دائم داشت میتراشید و به طور دائم تمیزتر و پاکتر و تراشیده تر میشد. نمیتونم اسمشو بذارم که سهراب مذهبی بود، نه، مذهبی به اونجوری که ما میگیم نبود، ولی یک نوع چجوری به شما بگم، یک نوع چیزی برای خودش، حدی برای خودش در هر چیز قائل بود. دائما خودش رو در اختیار میگرفت برای خوردنش، آشامیدنش، راه رفتنش، حرف زدنش و خوندنش و کار کردنش. برگشتن از سفر ایتالیا بود. دوستی به من گفت سهراب سپهری شام دعوت کرده. پرسیدم سهراب کیه؟ گفتن که نقاشی میکنه. باز شروع با مطلقونه گویی شروع شد. نقاشی میکنه یا نقاشه؟ چون گفتن لیسانس هنرهای زیباست. گفتم که خب هنرهای زیبا کارش لیسانس پراکنیه، نه اینکه نقاش آفرینی. گفتن شعرم میگه. گفتیم حالا یه جرم کم بود که احتمالاً جرم دومی هم به گناهانش اضافه باید بکنه.